یکی از علما را شنیدم، یک چند روزه است، یک سخنرانی میکرد، از علمای دیوبند هست. یک حکایه بسیار عبرت آموز نقل کرد. حکایه این گونه است که دو برادر پدرشان از دنیا وفات میکنند. هر دو برادر مالی به میراث مانده پدر را تقسیم میکنند، تریکه میکنند. در چیزهایی که از پدرشان برای اینها میراث مانده است، یک موی مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هست. مالها تقسیم شدند برابری. موی را چه کار کنیم؟ در همین فکر اندیشه هستند. برادر کلانی میگوید که دادر، یک قیچی را میگیریم، از بین دو تقسیم میکنیم. دادرش میگوید که من جرأت ندارم که بر موی مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم قیچی زنم. برای همین یک فکر در سرم میگردد، اگر راضی شوی. برادر بزرگ میگوید که چی پیشنهاد است؟ میگوید که همه مال و دارایی نصیب من شده را تو بگی و همین مهر را برای من بده. برادر کلانش قبول میکند، مهر را میگیرد، روزانه مهر مبارک را بوسه میکند و مشغول صلوات فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. روز به روز زندگیش سخت میشود. حتما زندگی وقتی که سخت شد، اولین تیر ملامت از داخل خانه به سرت می آید، از زن و فرزندها. چی در داشتی که مال و ثروت به او را دادی؟ به هر حال این انسان صبر میکند. همون غم و اندوه و مشکلات چه به همین موی مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم تسلی میدید، نظر میکند، نگاه میکند، میبوسد و صلوات میفرستد. شب از شبها حضرت بلال رضی الله تعالی عنه را در خواب میبیند. حضرت بلال رضی الله عنه میآید نزدش، میگوید که من بلال هستم، مؤذن رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. میخواهم که با تو یک معامله کنم، یک داد و گریفت کنیم. میپرسد که چی معامله؟ میفرماید که اگر شنیده باشی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آسمان ها در شب معراج میگشت، آواز پای را شنید. از جبریل امین پرسید که این آواز پای کی است؟ گفت این آواز پای بلال هست که برای اذان می رود. معامله ما و تو گفت این است که اگر خواسته باشی همون ثواب را برایت میدی، همون موی مبارک را بدی. این شخص گفت که قبول نیست، ثوابت از خودت، موی از من. حضرت بلال رضی الله عنه گفت که دیگر پیشنهاد دارم. همون سختی های را که در مکه من میکشیدم، در صحرای گرم مکه، در بالای ریگ های تفسان مکه، در بالای شکمم سنگ میماندن و من احد میگفتم، همون اجر و پاداش را میدیم، موی مبارک را بدی. این مرد میگوید که معامله نشد، ثوابت از خودت، موی از من. حضرت بلال رضی الله عنه میگوید که آخرین پیشنهاد، هر قدر نیکیه که کردم از تو، موی را بدی. میفرماید که نیکی هایت از خودت، موی را نمیدیم. برای این موی چه قدر من زحمت کشیدم، چه قدر سختی ها را تحمل کردم، چه قدر ملامت ها را گوش کردم. حضرت بلال رضی الله عنه میفرماید که این معامله نبود، این یک امتحان الهی بود به تو. از امتحان الهی گذشتی. اکنون از این بعد الله تعالی برای تو فراخی را میارد. به برکت این موی مبارک دیگر در خاندان تو فیض و برکت جاری می شود. لیکن دو چیز را فراموش نکن. یکم، دسترخوان خانه ات را وسع کن.